از من دور شو ای دنیا، ریسمانت را بر گردنت افکندم و تو را رها کردم. از میان چنگالهایت بیرون جستم و از دامهایت رستم و از رفتن در لغزشگاهایت دوری گزیدم. ای دنیا، کجایند کسانی که با بازی کردن با آنها آنان را فریفتی؟ کجایند امتهایی که با زیورهایت آنها را به فتنه افکندی؟ و اینک آنانند که در گرو گورند و پنهان در قبورند. ای دنیا، به خدا سوگند اگر کسی دیدنی و کالبدی لمس کردنی بودی، بر تو حدود خداوند را جاری می کردم. بدا بندگانی که با آرزوها فریفتی و امتهایی که به پرتگاه ها انداختی و پادشاهانی که به نابودی افکندی و آنان را به آبشخورهای بلایی در آوردی که نه راه رفت داشتند و نه راه بازگشت. افسوس، هر کس به لغزشگاه تو گام نهاد لغزید و هر کس بر امواج گردابهای تو سوار گردید غرق شد، ولی هر کس از دامهای تو دوری گزید رهید. آن که از دست تو سالم مانده است اگرچه به تنگنا بیفتد اهمیت نمیدهد و دنیا برایش چون روزی است که زوالش رسیده باشد. ای دنیا، از من دوری گزین. سوگند به خداوند من در برابر تو خاکساری نمی کنم تا مرا خار کنی و رام تو نمی شوم که تو مرا راه برشوی. سوگند به خداوند، سوگندی که تنها خواسته خداوند را از آن جدا می کنم. نفس خود را چنان به سختی افکنم که چون گرسنانی برای طعام به او دهم شاد گردد و برای نانخورش به نمک بسنده کند و کاسه چشمم را وامی نهم چون چشمه آبی که آبش خشک شده باشد و اشکهایش ریخته باشد. آیا چنان که شکم حیوان رها شده در صحرا از گیاه پر می شود و به پهلو می خوابد و گوسفند در آغل از علف سیر می گردد و می آرامد، علی هم از توشه خود بخورد و بیاساید؟ اگر این طور است چشمش روشن که پس از سالهای دراز از چارپای رها شده به حیوان چرنده پیروی می کند. خوشا آن که واجب پروردگار خیش را به جای آورد و سختی را به خود هموار و شباهنگام خواب از چشم دور کند و اگر خواب سبک بر او چیده شد زمین را زیرانداز و دست را بالش خیش قرار دهد در میان گروهی که از هراس معاد چشمهای آنان را بیدار نگه داشته و پهلوشان از بستر دور شده است و لبهایشان به یاد پروردگار زمزمه می کند و گناهانشان با آمرزش‌خواهی طولانی از میان می رود.